Hello to your ghost. خوش اومدید به چنل لژیونر. امروز اومدیم با بازی فوق‌العاده ترسناک و معروف به اسم گرنی. پس بدون معطلی لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. بزن که بریم. خب گیمو شروع میکنیم. کوالیتی روی لو میذاریم که بهترین فریم رو بگیریم. گیم هم رو حالت ایزی حل چشاته. موزیکش هم آف میکنیم. بزن که بریم. قشنگ از این گیم ترسناکای سخته ها. دیوان شاید براتون جالب باشه، من 40 بار این بازی رو کردم و از بین 40 بارشم کلا یه بار تموم کردم. خب اولش اینو اینجوری چیز میکنیم، میاریم دراپش میکنیم ببینیم کجا میره، به کدوم طرفینه، بعد ما مخالف جهتش رو بریم. نفس میزنم قشنگ. پیرزن خب از اونجایی که دارم میبینم رفت تو اون یکی اتاقه، پس ما خیلی آروم از این طرف رد. بابا خب بیا من یه کاری با تو بکنم. حله. ببین میخوام نیفتاد که، ببین میخوام اسپید کنم ها. شروع میکنیم از اینجا. هیچینی هیچ این یارو خب نمیخوایمش. الان من اینو باز کنم صدا میده، ولی خب مجبوریم دیگه، چیکار کنیم؟ هیچی هم توش نبود، هیچی رو میز نیست. پس به من بدید نمره بی. این زنگوله داره. خب اوکی، خیلی ایزی پیزی لمت کریزی. ها؟ گریزی نمیدونم. خب شاتگان که نمیخوایم فعلا، نمیتونم بردارم. بابا بی خیال، یا آیتم به من بده. بابا ولم کن، چجوری تو اومدی اینجا؟ بدو بیا، بدو به سلامت. چه سری داره میاد. خب اینجا هیچی نبودی، گازوئیل بود. اول من تصمیم میگم از راه در بریم بیرون. اینجا هم باز پازله. این واسه ماشینه، به دردمون نمیخوره. کتاب اسپایدر کیو میده. اسپایدر کی هم به دردمون نمیخوره، از یه راه دیگه است، یه فر دیگه است. خب پس بیایم این ورشو ببینیم. خب اینجا هیچی نی. با کدوم میشینه؟ آها با دایره، با بی.
اگه اشتباه نکنم. تو ایکس باکس بی میشه، تو پلی استیشن دایره. خب اینجا هم که خب ولش کن اینو. بلند شو. اینجا هیچی نی. اینو نگشتیم. اینجا که قفله. خواهش میکنم عین آدم باش. این از کجا میشینه؟ یه دقیقه وایسا. من از کجا برم تو؟ حل ولش کن. بیا. 2 بار داره تکرار میشه این صحنه. بیا برو دیگه. کنه. وای خدا بگم چیکارت نکنه. بدو. یعنی خدا بگم چیکارت نکنه. اینو من بده. این بالا میریم اسپایدر کیو به درد من نمیخوره که. اینجا رو نگشتی. اینجا هم هیچ. این از پایین اومده بالا. خب من اگه الان از اینجا رد بشم صدا میده. چیکار کنم من الان؟ بالا رو نگشتیم راستی. الان این که بابا دوباره برگشتیم سر نقطه اول که ای خدا. بیا برو جون عمت. بیا برو. پس کل. آهان این الان رفت بالا. ما الان فرصت داریم که چیکار کنیم؟ ما الان فرصت هیچ کاری رو نداریم. بابا من الان چجوری از این یه تیکه بیام بیرون ها؟ ببند. یس بسته شد. اوکی. خب اینجا که هیچی. اینجا خوش رفته. خوبه. اونجا هیچی. 2 شماره 2 یادتون باشه. از پایینم اگه بخوای اینجا رو ببینی این واسه ماشینه به دردمون نمیخوره. شاتگان که فعلا نمیخوایم استفادهش کنیم. میریم این ور که بگیری اینم سگ میشه گرانی. خب اینم که همون راه داره به پایین. هیچی. اینم به فاضلاب اگه اشتباه نکنم. هیچی نیست. این چی داره؟ این ریموت داره. میتونیم کورش کنیم. خوبه. کویر لوته. تو رو خدا صاف کن. گناه داره.